بخشیده به جشن 80 سالگی ارتیست خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی به نام ابا عبدالله رودکی، محمود جان واحد، محفل ایجادی را پیشکش می‌نماییم. میتوان گفت که چنین شخصیت‌های بزرگ در کدام ساحه نباشد، پیش از همه آنها یک رودخانه بزرگ را می‌مانند که از آنها شاخه‌های خیلی زیاد به هر جانب می‌رود و ساحه‌های گوناگونی حیات جامعه را شاداب می‌سازد. من چراغ روی گور مردگانم، من نشان آدمان بی نشان، من به هر یک عسکری از یاد رفته، یادگاری بی گزند جاویدانم. من جوانم، من جوانم، من جوانم. شما آواز مرغوله‌دار و مخملین محمود جان واحد را شنیدید. او در وقت قرائت شعر زور نمیزد، فکر خودش را مجبوراً به سر تماشابین بار نمیکرد، داد نمیزد، آهسته سخن میگفت، اندیشیده سخن میگفت، دانسته سخن میگفت. از اینجاست که حالا هم وقتی که ما سخنهای او را میشنویم، در وجود خودمان یک نوع علنگه گرفتن آتش را میشنویم. ما برای آن آمدیم که استاد بزرگ هنر را یاد کنیم. من خیال میکنم که روحی ایشان با ماست، در این تالار است که با ما رو میشنوند. Ну вот, наконец-то приехал. Теперь большим человеком будешь. Агроном. На улице встретишь, узнаешь. Ну как тебя не узнать? Розы — это ж красота. از مرگ غم‌انگیز و حسرتبار محمود جان 42 سال سپری گشت، ولی تا حال گلهای روی قبر خوش نگردیدند. مخلصان سیرشمارش جامعه ماتمی را از بر بدر نکردند. عادتا مرگ بزرگان مرگی عادی نیست، مرگی فردی هم نیست. خوشبختی در آن است که نام محمود جان بیرون از مرز زادگاهش فراختر رفته بود. در افغانستان، ایران، مسکو، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و کانادا و آمریکا خیلی معروف و محبوب گشته بود. هنری محمود جان هنری عادی نیست، هنری که از وجودی آن کس روی صحنه می آمد. درونشان پر از درد بود، پر از احساس بود. تا نیابم من ز دنیا در نایاب دلم، تا نکاوم صبح را از چشم بیخواب دلم، تا نگویم داستانی تازه باب دلم، من نمیمیرم، من نخواهم